سلام، خوش اومدید به کانال ماهیگیری در گیلان. امروز ویدیو کولیگیری رو داریم. این ویدیو دو قسمت بود. توی یه روزی که دو نوع ماهی، یعنی هم ماهی سفید گرفتم هم کولی گرفتم. ماهی سفید و ویدیوشو جدا کردم که میتونید تو کانال ببینید. این قسمت کولیگیریشه براتون. قسمت های اضافه رو بریدم و قسمت های جالبش رو گذاشتم. خوشحال میشم که کانال رو فالو کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و انرژی بدید. تومه ماهیگیری ما امروز لواش بود. لواش رو از روز قبل خریده بودم، شب قبل خریده بودم. صبح زود رفتم ماهیگیری، ساعت 4 صبح ماهیگیری بودم و 1 ساعتی طول کشید تا روز بشه. دوتا قبلش گرفته بودم و این کولیای بزرگی که میبینید. گیلاس هم شکستی که سر انداخت زمین. گیلاس هم شکسته بچه این پایین خور. اینجا بعد از اینکه ماهی گرفتم، ماهی سفید رو گرفتم دیگه، اون قسمتی که کات خورده بعد از صید ماهی سفیده. گوشی تو جیبم گلسش شکست و حواسمو پرت کرد و همین حین بود که یه ماهی دیگه زد به قلابم و اونو گرفتم. فصل صید کولی معمولا از اسفند شروع میشه، ولی چون یه سری ماهی سفید و کولی یعنی بزرگترین سایزاش مال پاییزن که زودتر از بقیه مهاجرت میکنن به رودخونه. اولین سری هستن که با بارونی که میاد، آب رودخونه زیاد میشه، میان داخل رودخونه. اینجا آب رودخونه زیاد شده بود، 1 هفته گذشته بود، آب دوباره روشن شده بود. من رفتم ماهیگیری و خیلی اتفاقی شروع شد به طبق حدس سالهای گذشته ای که میزدم شروع شد به خوردن ماهی کولی و یک سفیدم که گرفتم. چای به من ندادی سینم به نگاه ای اردک کتم نیست. آره با درجه هم نمید پیچ خورد. صدای خود ویدیو چون قاب ضد آب دور اکشن کامرا هستش کمه. از دفعه دیگه صدای اون قابشو در میارم، صدای خود ویدیو هم بهتر باشه.
بعد پرتاب میذاریم قلاب بشینه رو زمین، نخ که تا انتها آزاد شد چون عمقش زیاده. بعدش کمان رو میبندیم، منتظر میشینیم تا ماهی بعدی بزنه. نون لواش تازه بگیرید، همون داغ بندازید داخل پلاستیک یا حالت خمیری بگیره که راحت سر قلاب بمونه. اینجا نگرفته. اونجوری نبود که تند تند بزنه، شاید هر نیم ساعت 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت ماهی به قلاب میزد، ولی ماهیایی که میزد سایزش خیلی درشتر بود از فصل کولیگیری که بهار باشه. ریسم ریس دو قلابه که سرب پایینه، 2 تا قلاب انشابی بالا و کاسیلانسی که بهترین چوب و چرخیه که میشه برای کولیگیری استفاده کرد. اینم لانسی که گذاشتم برای اردک ماهی با ماهی قرمز. سر صبح یکی خانومم زد که عجله کرد و در رفت، فیلمش نیفتاد متاسفانه، ولی اونم خیلی جالب بود که در رفت. به به، یکی دیگه هم اینجا زد به قلاب، سنگ خیلی سنگی. اینجا خانمم گفت بده من بکشمش بالا، دادم به اون و رفتم ازش فیلم بگیرم. تقریبا یکی از بزرگترین کولیایی بود که گرفتم و آوردش کجا انداختش، شانس آوردیم، اگه در میرفت خیلی ارس میخوردیم. از سایز کولی رو ببینیم، یه دونش یه ماهیتابه رو پر کرد. نکن چقدر بزرگیه. خودش بود چیز بده زمین اونو یه دونه از اونو بیار. پسی فریزر بیار. بیار پسی فریزر در شانس آوردیم آجه هول کردی. نیست توش میشن در بیریم که من بی عکس بگیر ازش. کیلو 800 کیلو 800 بنده کنه ممنون که تا انتهای ویدیو رو نگاه کردی. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.